مؤلف رحمه الله تعالی نقطه دیگری را برای ما ذکر می‌نماید که این هم نوعی از نوع‌های عبادت است. و انیبوا الی ربکم، انابت، رجوع به سوی پروردگار، بازگشت حقیقی با محبت و اطاعت به سوی پروردگار بازگشتن، با توبه، نه از برای غیرش. و انیبوا الی ربکم، و به سوی پروردگارتان باز بگردید با اطاعت و فرمانبرداری، با توبه. الله سبحانه و تعالی در اینجا بر ما بندگانش امر می‌نماید و انیبوا، با فرمان انابه، بازگشت با اطاعت و توبه به سوی پروردگار. و امر گفتیم دولت بر واجب می‌نماید. پس انابه از جمله عبادت هاست، یعنی بازگشتن به سوی او سبحانه و تعالی در همه حالت با توبه. و اسلیموا له گفت در اینجا، و بر وی تسلیم بشوید، یعنی که خالص از برای او با توحید تسلیم فرمان او بشوید. چون اگر بنده به توحید تسلیم فرمان الله بگردد، وای از جمله موحدین قرار نمیگیرد. ابن قیم رحمه الله تعالی میفرماید که ان یثق فی الله تعالی، این که بر الله سبحانه و تعالی اعتماد بیورزد، اینو بعد یعنی والاعتماد علیه انه ناصره، و اعتماد بر او سبحانه و تعالی ببنده که اون نصرت دهنده او است و کافی او است، و اعتماد بر او سبحانه و تعالی نماید، نه به غیرش. یعنی انسان پورا به الله سبحانه و تعالی اعتماد نماید، اطمینان ببندد، اعتماد کامل، مطمئنی کامل که الله ناصر اوست، محافظ اوست، کفایتگر اوست. به غیر او تکیه نکند، تنها بر او تکیه نماید. بر غیر او اعتماد نکند، تنها بر او اعتماد نماید. نصرت را در غیر او نبیند، تنها از جانب الله ببیند. محافظت را تنها از الله ببیند، تنها الله کفایتگر او است. پس خشیه ترس علم است، ترس است که بر اساس معرفت بزرگی و جلالت الله سبحانه و تعالی به وجود می آید. باید تنها از برای الله قرار بگیرد. و انابه، بازگشت با محبت و اطاعت با قلب و با اعضای بدن، عبادت است که تنها از برای او سبحانه و تعالی قرار بگیرد. برای همین در آخرش گفت فلا تخشوهم واخشونی، پس از آنها نترسید، پس از من بترسید، از من پروردگار بترسید. این کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن باشید. پس هر کس که این خشیت، ترس با علم و انابه، بازگشت به سوی او را در غیر الله صرف کرد، از جمله مؤمنان قرار نمیگیرد، بلکه از جمله مشرکان قرار میگیرد. بارک الله فیکم. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق عمل کردن رو بدهد، توفیق عمل کردن رو بدهد. بر آنچه که گفتیم شنیدیم عمل نماییم.